کمتر از 10 دقیقه وقت بذار تا با دنیای رپرها آشنات کنم. دنیایی پر از هیجان و ثروت. تا به حال فکر کردی که کدوم رپرها در صدر ثروتمندترین ها قرار داره؟ با من همراه شو تا انتهای ویدیو. و آخری راجع به رپریه که رکورد بهترین رپرهای تاریخ موسیقی هیپ هاپ رو داره. بیا تا معرفیش کنم. شماره 5 برنر. گیلبرت آنتونی میلام جونیور، معروف به برنر، خواننده رپ، کارآفرین و ترانه‌سرای آمریکاییه. برنر در 27 اکتبر 1983 در سان فرانسیسکو متولد میشه. اولین آلبوم خودش رو به نام پک مانی ترک مانی منتشر میکنه. بیش از 50 آلبوم منتشر کرده که تعدادی از اونا در چارت برترین آلبوم‌های بیلبورد قرار گرفته. برنر یک خواننده هیپ هاپ R&B، کارآفرین شاهدانه و برند مد و لباس و لوازم جانبی کوکیز رو داره و یکی از پرتلاش‌ترین کارآفرینانه که شرکتش رو گسترش میده و ده‌ها داروخونه در سراسر ایالات متحده افتتاح میکنه. اون بیش از 235 اجرا در کنسرتاش داشته و یکی از با اخلاق ترین افراد در عرصه خوانندگی و حدود 410 میلیون دلار دارایی داره. شماره 4 کانیه اوماری وست که به نام یه معروفه، رپر، خواننده، ترانه‌نویس، تهیه کننده موسیقی و طراح مد آمریکاییه. او در 8 ژوئن 1977 در آتلانتا جورجیا به دنیا میاد. در ابتدا به صورت تک نفره 6 آلبوم میسازه و بعد آلبوم‌های مشترکی با جیزی، کید کادی، تای دولا ساین منتشر میکنه. کانیه یکی از پرفروشترین هنرمندان موسیقی جهان با 160 میلیون قطعه فروش که 24 جایزه گرمی هم دریافت کرده. وست به نابغه جنجالی معروفه و حدود 10 آلبوم استودیویی داره و همچنین یک تاجر موفق در زمینه مد و پوشاک که چندین شرکت موفق داره. وست حدود 700 اجرا در کنسرتاش داشته و یکی از 5 نفر اول رپ جهان با دارایی 500 میلیون دلار منصوب شده. شماره 3 در مورد رپریه که امینم رو در کنسرتش معرفی و معروف میکنه. اگر میخوای بشناسیش لایک رو بزن و بریم ببینیم. ویدیوی قبلی ما که در مورد بازیگران زن ایرانی بود رو حتما ببین که خالی از لطف نیست. شماره 3 دکتر دره. آندره رومل یانگ، معروف دکتر دره، خواننده رپ، بازیگر، تهیه کننده و کارآفرین آمریکاییه. او در 18 فوریه سال 1965 در لس آنجلس کالیفرنیا متولد میشه. حرفه بازیگری خودش رو در سال 1996 در فیلم منفجرش کن در نقش فروشنده اسلحه شروع میکنه که در سالهای بعد در فیلم‌های دیگری هم بازی میکنه. آندره در سال 1986 با چندین رپر آمریکایی شروع به ساخت بزرگترین گروه رپ دنیا یعنی NWA کردن و اولین آلبوم خودشون رو به نام مزمن منتشر کردن. از مهمترین کارهای دکتر دره بستن قرارداد با امینم وقتی که هیچ کس امینم رو نمیشناخت و بستن قرارداد با 50 سنت. او برنده 7 جایزه گرمی بوده و در بیش از 25 جشنواره نامزد بوده. دکتر دره در بیش از 50 کنسرت اجرا داشته و به یاد ماندنی ترین اونا اجرا به همراه امینم بوده. دارایی خالص دکتر دره در سال 2024 1 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد شده که نفر سوم لیستمون قرار داره. شماره 2 دیدی. شان لاف کامز، معروف به دیدی، یک خواننده رپ، تهیه کننده و مجری موسیقی آمریکاییه. او در 4 نوامبر 1969 در منطقه آفریقای آمریکایی نیویورک به دنیا میاد. اولین آلبوم استودیویی کامز با نام No Way Out منتشر شد که در صدر 200 بیلبورد قرار میگیره. دیدی خط تولید لباس به نام شان جان کامز در سال 1998 رو راه اندازی میکنه که در سال 2000 نامزد دریافت جایزه شورای طراحان مد آمریکا برای طراحی لباس مردانه میشه. او 5 آلبوم استودیویی، 1 آلبوم همکاری و 1 آلبوم ریمیکس داره.
داره. کامز برنده 3 جایزه گرمی از 13 نامزدی، 2 جایزه موسیقی و 1 رکورد جهانی گینس رو برای موفق ترین MTV دریافت میکنه. دیدی معروف به نیروگاه تجاری در بیش از 60 کنسرت اجرا داشته و دارایی خالص او در سال 2024 1 میلیارد و 400 میلیون دلار محاسبه میشه که نفر دوم این لیست قرار داره. شماره 1 جیزی. شان کوری کارتر، مشهور به جیزی، رپر، ترانه‌سرا، تهیه کننده موسیقی و تاجر آمریکاییه. او در 4 سپتامبر 1969 در نیویورک، ایالات متحده متولد میشه. اولین رپ رسمی او با نام نمیتوانم با آن بیایم که بعدها موزیک ویدیویی براش ساخته میشه. او مؤسس مشترک کمپانی موسیقی راک افلا و کمپانی راک نیشن هستش. به عنوان یک هنرمند، او رکورد بیشترین تعداد آلبوم‌های شماره 1 در 200 بیلبورد رو در 13 آلبوم در اختیار داره که در یکی از اونا به عنوان هنرمند اصلی و 3 آهنگ بعدی رو همراه با ماریا کری، بیانسه که همسر اونه همراه شده. جیزی 711 کنسرت و یکی از پرفروشترین موسیقیدانان در طول تاریخه که بیش از 100 میلیون ضبط از او به فروش رفته و 21 جایزه گرمی برای موسیقیش دریافت کرده که به مقابل میلیاردر معروفه که دارایی او در سال 2024 بیش از 2.5 میلیارد دلار برآورد شده. چه خوب که تا انتهای ویدیو با من همراه شدی. نظرتو حتما کامنت کن و بگو که کدوم رپر بهتر بود و اینکه اگه ساب نکردی حتما ساب کن، چون ویدیوهای بهتری در راهه. میبینمت.